محور رضایت و خشم خداوند عالم رضایت و خشم حضرت زهراست. پیغمبر اکرم رو کردن به دختر گرانقدرشون، فرمودن یا فاطمه ان الله تبارک و تعالی لیغضب لغضبک و یرضی لرضاک. خداوند تبارک و تعالی غضبناک می شود به خاطر غضب تو، به خاطر خشم تو، و راضی می شود به واسطه رضایت تو. محور خشم خدا خشم فاطمه زهراست و محور رضایت خدا رضایت اون بزرگوارست. مگر امکان داره که خداوند که خالق است بیاد و خشمش رو در گرو خشم مخلوقش قرار بده، رضایتش رو در گرو رضایت مخلوقش قرار بده؟ چطور ممکن است؟ قرآن در موارد مکرر این مسئله رو بیان کرد. سوره مبارکه نساء آیه 80 می‌فرماید من یطع الرسول فقط اطاع الله. فرموده آقا هر کی پیغمبر رو اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرد. یعنی اطاعت خدا در گروی اطاعت رسول الله. اینجا میگیم رضایت خدا در گروی رضایت حضرت زهراست. دلیل اینکه محور غضب خدا غضب فاطمه زهرا قرار گرفته همین است که غضب حضرت غضب شخصی نیست، غضب فردی نیست، غضب لله است. غضبی که عین عبادت است، از مصادیق بندگی است، خشم مقدس.